سلام مرحبا، چطوری؟ به چنل ما یوتیوب خوش اومدید. توی این ویدیو میخوایم این ادیت رو بهتون یاد بدیم. اگه تو هم میخوای ایس با الایت موشن یاد بگیری، این ویدیو رو از اول تا آخرش نگاه کن بدون معطلی. بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب دوستان، اولین کاری که میکنید وارد الایت موشن میشید. و از بخش به علاوه که همین وسط هست میزنید روش. توی بخش اول میتونید اسم پروژه‌تون رو انتخاب کنید. توی بخش دوم میتونید سایز ویدیوتون رو انتخاب کنید. توی بخش سوم کیفیت. توی بخش چهارم FPS یا همون فریم. توی بخش چهارم بک‌گراندش. و پایینی که نوشته کریت پروژه میزنید روش، پروژه‌تون باز میشه. خب ما با اینا کاری نداریم، ما فقط میخوایم چند نکته رو بهتون بگیم. بعدش میریم حالا نقاط رس. اولین کاری که نگاه کنید، من توی چنل تلگرام دو تا XML که توی این ادیت هست و هر چی توی این استفاده کردم و توی این فایل گذاشتم. استفاده ازش هم الان بهتون میگم. استفاده از این کار خاصی نکن. اینجا نوشتم افکتی که توی ادیتم استفاده کردم اینه. میزنید روش، میزنید روی افکت سمت راست. وقتی زدید روش از بخش پایین سمت راست اون سه نقطه رو میزنید روی کپی افکت و همین افکت رو میرید توی ادیتتون. یا هم ادیت نزدید، مثلا یه چیز گذاشتید میخواید روش افکت بندازید، میزنید روش روی لایش، میزنید روی افکت، میزنید دوباره روی اون سه نقطه. بعدش به جای اینکه بزنید کپی افکت میزنید پیست افکت و اون افکت روی هر چی که میخواین میفته. کار با افکت یاد گرفتید. حالا میمونه پشت سوژه همین مانگا یه نورانی آبی هست. اونو حالا میگی چجوری؟ اونم مثل همین، فقط یه نکته دیگه هم داره. خب میرید از اینجا آخری این مال افکت بود، این حالا برای پشت سوژه است. میزنید روش، دوباره افکت میزنید، سه نقطه رو میزنید، کپی رو میکنید، کپی افکت رو میزنید، دوباره میرید توی همون پروژه ایستون یه دونه از همون سوژه‌تون کپی میگیرید. خب حالا اون کپی که گرفتید اون لایه پایینی رو روش میزنید. اونی که از اون پشت سوژه‌ای که کپی کرده بودید رو اینجا دوباره میزنید روی سه نقطه، بعد میزنید روی پیست افکت. بعد اون پشت سوژه میفته پشت همون سوژه‌تون. خب حالا میگه چجوری رنگش رو عوض کنید. میرید پایین اینجا نوشته سولید کلر، اینجا روی سفید میتونید تنظیمش کنید. مثلا میتونید بذارید روی قرمز، آبی. اگه میگید مثلا این رنگا کمه میزنید روی اینجا، خودتون میتونید انتخاب کنید. خب ما این دو نکته اصلی رو بهتون الان گفتیم. این فایلی که توش افکت تو پشت سوژه هست توی چنل تلگرام گذاشتم. میرید بیرون، نمیرید بیرون، حالا دانلود کردید، بعد اینکه این کارو کردید دیگه تمام. میرید توی تلگرام، چون من هنوز اینو توی چنل تلگرام گذاشتم توی پیام های ذخیره شده. از اینجا میزنید روی ذخیره در دانلود ها، بعد وارد الایت موشن میشید. میزنید روی تمپلیت، میزنید توی بخش تمپلیت بالا که نوشته آپلود، وارد فایلاتون میشید.
میزنید روی دانلود ها، میزنید روی تلگرام و ما اینو به انگلیسی می نویسید. حالا فایل XML که گذاشته بودم توی تلگرام انتخاب میکنید، میزنید روش. اگه دیدید اینطوری شد، باید از قبل یه فیلتر شکن روشن کنید تا بیاد. من الان میرم فیلتر شکن روشن میکنم. فکر نکنم بیاره. اگه کار نکرد با فیلتر شکن یه دقیقه ویدیو رو استاپ بزن. منتظر میمونیم ببینیم. نه باز نه. من ویدیو رو استاپ میزنم تا یه فیلتر شکن درست نصب بزنم که بیاد. اومد دوباره براتون یه فیلم در حال اومدنش میذارم. دوستان یه فیلتر شکن دیگه روشن کردم. اگه کار کنه دوباره میزنید همون ماین مینویسید، XML انتخاب میکنید. میبینیم که این فیلتر شکن کار کرد. خب وقتی آورد این بالا مینویسه تمپلیت ایدیتور، بغلش نوشته نیکست رو میزنید روی گزینه دوم و وارد اینجا میشه. و دوباره همون اول ویدیو بهتون گفتم چجوری از اینا استفاده، از این افکت و پشت سوژه انتخاب کنید. همین رو پیش برید. یه نکته دیگه هم هست. قبل اینکه به سوژه هاتون یا عکساتون یا هر چیزی افکت بدید، اول آهنگتون رو بذارید، بعد اونا رو با آهنگ هماهنگ کنید، با ریتم هماهنگ بشه. چون اگه افکت بذارید لگ میده، بعد چند بارم خروجی بگیرید با آهنگ هماهنگ در نمیاد. پس قبل اینکه افکت بندازید با ریتم آهنگ هماهنگ کنید. حالا میگید چطوری آهنگ بذاریم توی پروژه‌مون. میزنید روی این علاوه سمت راست پایین، میزنید روی بخش سوم، بعد اینجا بخش بندی میکنه آهنگتون و از اینجا انتخاب میکنید آهنگاتون و میذارید روی ویدیو. خب حالا میگید چطوری عکس یا هر چی رو بذاریم روی ویدیو. میزنید روی مدیا و اینجا کل نصف گالریتون، کل گالریتون میاره اینجا و از اینجا. متاسفانه دوستان دستم خورد ویدیو قطع شد. فکر نکنم تا اینجا اومده باشیم یا نه. اگه نمیدونم، حالا من ویدیوش ندادم، هیچ نزدم ویدیو رو. گفتم حالا میخواید مثلا یه عکسی چیزی رو وارد کنید، میزنید روی مدیا و اینجا نصف کل گالریتون میاره اینجا و از اینجا انتخاب میکنید یه چیزی رو و از اون بالا سمت چپ بلاور میزنید و اون عکستون وارد میشه. حالا میگید چطوری یه متن بذاریم روی ویدیومون. میزنید دوباره روی اون علاوه، بعد میزنید روی تکست و اینجا متنتون انتخاب میکنید. حالا چجوری فونت اضافه کنیم؟ میزنیم روی اون بالا که نوشته 18 پیتی، زدیم روش، میزنیم روی ویو آل فونت و از اون 3 خط بالا میزنیم روش 3 خط بالا رو. بعد اون پایین نوشته import fonts میره توی فایلاتون و فونتتون رو وارد میکنید. خب حالا میگید چطوری این بک‌گراند رو از کجا بیاریم. نصف بک‌گراندایی که من دارم و توی چنل تلگرام میذارم، میتونید از اونجا دانلود کنید. رسیدیم به آخر ویدیو و حالا میگید چطوری از این ویدیو یا همون ادیتتون خروجی بگیرید. میزنید بالا یه شکل آچار هست یا همون تنظیمات، بغلش یه شکل هست به علامت بالاست، میزنید روش و این بخشی براتون میاره. میزنید روش اگه میخواید تنظیمش کنید، میزنید روش. اینجا کیفیت رو میتونید تنظیم کنید، FPS رو میتونید تنظیم کنید و چیزایی دیگه. خب وقتی کاراتون با این تمام شد، پایین که نوشته اکسپورت رو میزنید و دوباره
یه شکل براتون میاره، میزنید اکسپورت آنیوای و منتظر میمونید ویدیوتون آپلود بشه. خب حالا من میمونم ویدیو رو سری میکنم که آخر سر چطوری اونو به گالریشون منتقل کنم. خب دوستان دیگه آخرشه، 98 99 100. خب وقتی اون پر شد به این صفحه مراجعه میشید، میزنید روی پایین سمت راست سیو بزنید، پیش میخوره و مینویسه سیو تو گالری و میره توی گالری و تموم شد. و نصف ادیشو بهتون گفتم. حالا مثلا دیگه خودم از اول ادیت نزدم، ویدیو رو بهتون نشون ندادم، نکات مهمشون رو بهتون گفتم، با همین نکات میتونید همین ادیت رو بزنید و تموم. خب دوستان ویدیو به پایان رسید و ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید و چنل ساب کنید و زنگوله بغل ساب هم روشن کنید که وقتی ویدیو جدید گذاشتم نوتیفیکیشنش برای شما بیاد و شما باخبر بشید. بیاید ویدیو رو ببینید و اگر هر مشکل توی الکت ماشین داشتید توی کامنت همین ویدیو به هم بگید، من جوابتون میدم. خب دوستان تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.